آره دلم اول سر سوخت واقعا. خیلی هم خوشتیپ بود، انقدر خوشتیپ، انقدر آقا، با یه شلوار کلاسیک توسی رنگ، حالا به قول امروزی ها اسکینی، فکر کنم اسکینی پوشیده بود و بهش گفت پاشو برو کنسلی. یعنی سر کوچکترین چیزای مسخره همدیگر رو ترور شخصیتی میکنن و خیلی زشته. آدمی که از درون کامل باشه هیچ وقت نیازهای درونی خودش رو اصلا تو ظاهر اون طرف بله ظاهر مهمه، آراسته بودن، شیک بودن، خوشبو بودن، اینا خیلی قشنگه، ولی خب خیلی زشته دیگه، چیپه. به نظرم کار بی کلاس و زشتیه که جلوی دوربین هم دیگر رو میکوبن. من خودم خیلی ویدیوهای بلایند دیتو دوست دارم، یه چند باری هم دعوت شدم ولی هنوز قسمت نشده که بخوام برم. اگه برم میبینین شما، ولی دوست ندارم.